سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. تو این جلسه قرار آموزش طناز با هم دیگه داشته باشیم. این آهنگ به شدت شاد و به یاد ماندنیه. مطمئنم که خیلی راحت براتون، سختی خودش داره این آهنگ، ولی چون تا اینجای آموزش پیش رفتید مطمئنم که این آهنگ هم به راحتی میتونید اجرا کنید. برای اجرای این آهنگ تو مرحله اول ست عجب شبی و طناز آکادمی احمدی رو به ارگتون اضافه کنید. من اینجا از قبل سازها رو تنظیم کردم، یه بار دیگه با هم دیگه مرور میکنیم تا متوجه بشید. یه ساز اولیه کمان تکیه با تناسب مثبت 4، قدرت سرعت ریتممونم فکر کنم 135 BPM. قسمت کیوتی نرماله. ریتمی که انتخاب کردیم ریتم بندریه. قسمت اوجیش هم ببینید این ریتممونه. و اینکه یه ساز دوم هم باید داشته باشیم که من به این شیوه انتخابش کردم. بازم میگم سازها رو خودتون میتونید تنظیم کنید به هر شیوهی که میخواید. من این سازها رو به این شیوه تنظیم کردم، احساس کردم قشنگ‌تره. برای اینکه این آهنگ رو اجرا کنیم تو 2 تا مرحله من بهتون آموزش میدم، حالت ساده و حالت با کیفیتش. و اینکه میتونیم با شیرینکاری هم این آهنگ رو اجرا کنیم. من تو هر مرحله‌ای که دارم توضیح میدم شیرینکاریش هم براتون اجرا میکنم. تو قسمت اول بذارید من آکورد رو خاموش کنم قشنگ‌تر متوجه بشید. حالا این مرحله اگه بخوام با شیرینکاری اجرا کنم به این حالم میده. اوکی، با ریتمش این یه مرحله قبل از اینکه تو اوج بریمه. خب بذار من آکورد رو روشن کنم، اوجش هم نشونتون بدم. اینجا برش میریم تو اوج. حالا اوجش رو میخوام بهتون آموزش بدم. یکم سخته بچه‌ها. مرحله بعدیشه. حالا من یه بارم کلیش اجرا کنم براتون. اینجا میره دیگه رو شعرش طناز. خب این قسمت هم به این شیوه اجرا کنید. حالا قسمت شعرش. برای قسمت شعرش ساز عوض کنید. خب من ساز اینجا عوض کردم، به این شیوه اجرا کنید. که اینجا دستم خود تو بالای اشتباه شد. نوتشو ولی براتون بالا می نویسم. بعد از این بخوام حالا یه بارم با ریتم براتون اجرا کنم، با ریتمش هم ببینید.
اینم حالت ریتمش. حالا بریم قسمت بعدیش. ساز اونو عوض میکنیم. حالا میتونید ادامه چون یکم شاید سخت بشه براتون با همین ساز ادامه بدید. حالا من براتون توضیح میدم که چرا سخت میشه. خاموش کنم. این قسمت بعدش. اینجا که یه بارم من با کیفیت اجراش میکنم، بعدش یه بار دیگه مرور کلی داشته باشیم در مورد این آهنگ. یه آهنگ واقعا سختیه دیگه، باید خیلی تمرینش کنیم. یه بارم با کیفیت براتون اجراش کنم. حالت کلش به این شیوه بود که حالا براتون اجرا کردم. سختی خودشو داره، سعی کنید که شیرینکاری توش استفاده کنید بچه‌ها. این واقعا آهنگ سختیه و دوست دارم که به بهترین شکل اجراش کنید. تمرین زیادی نیاز داره، به یک روز دو روز شاید نتونید اجراش کنید، بیشتر تمرینش کنید تا قشنگ با آهنگ مچ بشید، بتونید قشنگ شیرینکاری رو انجام بدید. اینا همش مثلا از شیرینکاری میاد. نوت اصلیشو بهتون گفتم، ولی کلیده اضافی که دارم اجرا میکنم اون شیرینکاریه که قبلا بهتون گفتم. دیگه چیزی نمیبینم که بهتون بگم از این آهنگ. اگر سوالی بود دیگه تو بخش پشتیبانی از بچه‌ها بپرسین. امیدوارم که این آهنگ خیلی خیلی شادی باشه براتون و
حال دلتون رو خوب کنه، از این آموزش هم لذت برده باشید. مرسی.